навиди бомдодии از رادیو آزادی که امروز 8 اپریل تقدیم شما بینندگان عزیز می شود. امیدوارم روزتون ببرور باشد. ساعت به وقت پراگ رسو 7 صبح و من آماده هستم که خبرهای تاجیکستان و جهان را برای شما عزیزان برسونم و سپاس میگویم که صبح خود را با رادیو آزادی و با خبرهای تازه ما شروع میکنید. خبرگزاری اینترفاکس روسیه با تکیه به دفتر مطبوعاتی حکومت روسیه خبر میدهد که سروزیر این کشور میخائیل میشوستین با همتای توجیکش قوی رسولزاده بازگرداندن شهروندان توجیک مقیم روسیه به وطنشان را ارزیابی کرده است. طبق اطلاع دفتر مطبوعاتی دو سروزیر چوره‌های مقاومت به توسعه کرونا ویروس را بررسی کرده. قوی رسولزاده جانب روسیه را به خاطر کمکش به توجیکستان در مقابله با رشد کرونا ویروس قدر کرده است. در جریان صحبت طرفان مسئله بازگرداندن مهاجران توجیک را از روسیه بررسی نموده و ضرورت انتقال مال و کالا و ادامه تجارت دو جانبه تاکید کردند. همچنین خبرگزاری اینترفاکس با تکیه به اطلاع خبرگزاری خاور تاجیکستان نوشته است که میشوستین و رسولزاده صادرات محصولات کشاورزی تاجیکستان را که از جهت اکولوژی تازه میباشد بررسی نمودند. یک هواپیمای شرکت سومون ایر صبح امروز از دوشنبه به شهر میونخن آلمان پرواز کرد. گفته می شود که این هواپیما دیپلمات‌های غربی را انتقال داده است. در فرودگاه بین‌المللی دوشنبه به رادیو آزادی گفتند که هواپیما ساعت 7:20 به وقت محلی پرواز نمود. این منبع همچنین گفت که در حال حاضر مسئله پروازها به استانبول و مسکو در حال بررسی می باشد. این پرواز در حال صورت می گیرد که برخی سفارتخانه‌های خارجی در دوشنبه روزهای گذشته به شهروندان خود خبر داده بودند که شرکت سومون ایر روز 8 اپریل به اروپا پرواز ویژه انجام میدهد. از جمله سفارت بریتانیا در دوشنبه روز 7 اپریل با نشر یک اطلاعیه از شهروندان این کشور خواست که اگر قصد سفر به اروپا را دارند میتوانند بلیط‌های هواپیما را از دفتر سومون ایر در فرودگاه دریافت کنند. این خبر قیمت بلیط‌های هواپیما را 400 یورو گفته بود. شرکت سومون ایر قبلا در یک اعلامیه گفت که با درخواست آژانسی هوانوردی ملکی تاجیکستان پروازهای بین‌المللی خود را موقتا قطع میکند، اما این شرکت تا به امروز چند پرواز ویژه به روسیه انجام داد. شرکت سومون ایر از روز 20 مارت در قطار دیگر شرکت‌های هواپیمایی همه پروازهایش را قطع نمود. و بینندگان عزیز، اگر در رابطه با پروازهای نو خبری جدیدی بود ما برای شما حتما معلومات میدیم. برنامه‌های ما را تماشا کنید. حکومت امریکا برای مساعدت به آمادگی تاجیکستان جهت مقابله با کرونا ویروس $866,000 جدا کرد. جان مارک پومیرشای سفیر امریکا در دوشنبه روز 7 اپریل در این باره اطلاع داد. او گفت این مبلغ توسط آژانس آمریکا اوید به رشد بین‌المللی یا خود یوساید و همکارانش در تاجیکستان، صلیب سرخ و سازمان جهانی تندرستی دسترس خواهد شد. مبلغ برای آموزش دادن پزشکان و پرستاران و خریدن دستگاه‌های ضروری در بیمارستان‌ها پیش بینی شده است. اضافه کرد. سفیر امریکا در ادامه گفت که ایالات متحده همکاری و دوستی با مردم تاجیکستان را ارج می‌گذارد و به ارائه کمک‌هایش در شرایط کرونا ویروس هم ادامه خواهد داد. ضمناً وزارت بهداشتی تاجیکستان در صحبت با خبرگزاری دولتی خاور گفته است با پیشنهاد سازمان جهانی تندرستی 8 ویروسولوگ تاجیک برای دقیق تشخیص کردن کرونا ویروس در شهر مسکو از آموزش گذاشتند. به قول منبع در کشور تا 5000 کت‌های علاوگی آماده کرده شدند که در حالت پیدا شدن کرونا ویروس بیماران پورا به طبابت فرا گرفته میشوند. وزارت بهداشتی میگوید حالا آزمایشگاه‌های برای معاین نمودن سرایت کرونا ویروس و نشانه‌های آن کاملا آمادند. عین زمان در آزمایشگاه‌های جمهوری 25000 تست‌های عاجلی برای معاین نمودن کرونا ویروس موجود بوده. قریب 3000 نفر شهروندان از تشخیص تستی ویروس کووید 19 گذرانده شدند که جواب همه آنها منفی بوده است. از این شماره برای مقایسه کردن 22 تشخیص به لندن و 9 تشخیص دیگر به شهر مسکو روان شدند که نیز موجود نبودن ویروس کووید 19 را نشان داده است. خبرگزاری RBK می نویسد که حجم انتقال پول از روسیه به کشورهای خارجی از طریق شرکت‌های پولفرستی یونیستریم و زلاتای کرونا در پس منظر گسترش ویروس کووید 19 کم شده است. معمولا از این شرکت‌های پولفرستانی مهاجران استفاده می‌برند. در ادامه خبر آمده است که در ماه مارت سال جاری انتقال پول طریق شرکت یونیستریم در قیاس به همین دوره سال گذشته 35% کم گردیده است. همزمان انتقال اینترنتی پول طریق این شرکت
در همین دوره 4 برابر زیاد گردیده است. منبع اربکا گفته است فرستادن پول توسط زلاتای کرونا در ماه مارت 30% پایین آمده. انتظار می رود که در ماه جاری تا 50% کاهش یابد. سبب چنین تمایل به بسته شدن مرزها و بیکار ماندن مهاجران بنابر ویروس همگیر کووید 19 ربط داده می شود. طبق آمارها در سال گذشته از روسیه بیشتر از همه به کشورهای مشترک المنافع و خود SNG مبلغ فرستاده شده است که در مجموع 6 میلیارد دلار را تشکیل داده است. تقریبا نصف این مبلغ یعنی 3 میلیارد دلار به ازبکستان و 699 میلیون دلاری آن به تاجیکستان انتقال یافته است. روز سه‌شنبه بعد متوقف شدن تبادل اسیران جنبش طالبان هیئت مذاکره کنندگانش را از کابل بازخواند. این هیئت که از 3 نفر عبارت بود برای ارزیابی شرایط تبادل اسیران در کابل با حکومت افغانستان گفت و شنود داشت. سخنگوی اداره سیاسی طالبان در قطر سهیل شاهین در شبکه توییتر ابراز داشت که تا این زمان تبادل اسیران باید اجرا میشد ولی جانب معین این عمل را هدفمندانه به تأخیر میگذارد. او ماموریت پرزیدنت افغانستان اشرف غنی را مسئول تأخیر رهایی طالبان اسیر نامید. اصلا تبادل اسیران میبایست تا 10 مارت اجرا شود. یکی از مشاوران پرزیدنت افغانستان میگوید تبادل اسیران باید یک بخش مذاکراتی وسیع‌تر باشد. وحید عمر 7 اپریل گفت تا زمانی که طالبان اقدام‌های بیشتری روی دست نگیرند تبادل اسیران به وقوع نخواهد پیوست. تیم مشترک ژورنالیستان بخش قرغیزی رادیو آزادی از تیک مرکز تحقیقات فسادکاری و جنایت‌های سازمان یافته و سامانه قرغیزی کلوب کگی با جایزه به نام توم رینر مکافانیده شدند که از جانب سازمان آمریکایی گزارشگران و سردبیران تحقیقگر تأسیس شده است. این جایزه برای یک سلسله گزارش‌های تحقیقاتی ژورنالیستان درباره فاش شدن شبکه از کشور نادار قرغیزستان خارج کننده میلیون‌ها دلار پول‌های نقد تقدیم گردید. گزارشگران و سردبیران تحقیقگر روز 6 اپریل در اظهارات گفت که سلسله تحقیقات زیر عنوان غارتگری و سرپرستی در قلب آسیای مرکزی فاشکاری واقعی عمل‌هایی است که مردم از ترس کشتار نمی‌خواهند که گفته شود و بی‌شبهه برای ژورنالیستان هم خطر ایجاد می‌کند. حکومت تاجیکستان با قبول یک قرار به جمعیت سهامی فراز شرکت متعلق به شمس‌الله صایبов داماد رئیس جمهوری تاجیکستان در قلمروی شهر دوشنبه حدود 5 گکتار زمین داد. در قرار گفته شده است شرکت بازار مسائل ساختمانی می‌سازد. متن پوره قرار حکومت روز 7 اپریل دسترسی رادیو آزادی شد. این در حالی است که فراز ماه سپتامبر سال 2019 با نشر اظهارات ادعا کرد که نتیجه‌های فعالیت ضررآور است و شرکت برهم داده می‌شود. شروع مدیران شرکت برای برهم دادن آن به کمیته انداز هم نامه فرستاده بود. با گذشت بیش از 7 ماه از آن تصمیم حکومت تاجیکستان در قرار تحت رقم 175 دستور داد که از حساب زمین‌های خواجگی کشاورزی دهقان در دوشنبه نزدیک 5 گکتار زمین آبی با حق استفاده دائمی به جمعیت فراز داده شود. در ادامه فراز وظیفه‌دار شده است که همچون جبران به صورت حساب مخصوص بودجه کشور 673,274 سومانی گذراند. فراز شرکت بسیار ساحه‌ای است که طبق سندها هنوز سال 2002 تأسیس یافته است. شرکت از آغاز به خرید و فروش سوزشواری مشغول بود. سال اخیر از وارد کننده های اساسی گاز مایع در تاجیکستان به شمار می رود. و بینندگان عزیز اکنون از خود به اسرار خارجی برای امروز به شما معلومات میدیم که از طرف بانک ملی این گونه تعیین شده است. $1 10 سومانی و 22 درهم است. 1 یورو باشد کمی بیش از 11 سومانی ارزش دارد. امروز قرب از روبل روسی 135 سومانی تعیین گردیده است که در قیاس با دیروز به مراتب زیادتر می باشد. این چند خبر تازه بود که من در این صبح بر وقت برای شما آماده کردم و البته در دوام روز ما شما را با خبرهای تازه با جمع همکارانمون انتظار خواهیم بود. شما برای کار می‌خواهیم و فراموش نکنید که خبرهای تازه رو شما میتونید در وبسایت رادیو آزادی زیر نشانی www.ozodi.org بخونید و گزارش و نوارهای جالب در همین جا یعنی در آزادی ویدیو دسترسی شما است. تشکر که با ما هستید. روزتان مبارک باشد.